به نام الله بخشاینده و مهربان. سال 2100 است. آن وقت دیگر شما در این دنیا نیستید. شما با دین خود عمل نکردید، پس به غیر از فرهنگ غربی و محبت این دنیا شما چیز میراث به فرزندان و نبیرگان خود نماندید. در نتیجه بعد چند سال اولاد شما دیگر مسلمان نیستند. غیر از این نسل های گذشته از دین روی گردانیدند و از اسلام خارج شدند، زیرا شما هیچ دانش نداشتید که به آنها برسانید. اسلام در خون شما جاری شدن را قطع کرد و شما به سبب محبت خود به این جهان به تنزل یعنی پست رفتن اسلام در زندگی خود آورده رسانیدید و محبت دنیا شما را تا قبر راهنمایی کرد. آن به شما هیچ سود نه آورد، اما به آن نتیجه آورد که هیچ نفر از خون شما، اولاد گذشته شما، کلمه شهادت را نمیداند. امیدهای بر دروغ و آرزوهای دیرینه این جهان به شما خیانت کردند و شما را جز پشیمانی چیز باقی نگذاشتند. عملهای شما تأثیری گرد و اطراف را به بار می آورند و در نهایت شما آنچه را که می کارید می دروید. حالا منزل آخرین شما را انتظار است و شما برای خود مسئول خواهید بود و درباره ارزش هایی که شما به فرزندانتان آموختید پرسیده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران او شب و روز می کوشیدند تا اسلام به ما برسد. آنها خون، عرق و اشک خود را فدا کردند تا من و شما امروز لا اله الا الله گفته توانیم، نه برای آن که شما آن را پس پشتتان پرتایید و از اهمیت خالی مانید. خطا میکنید. حالا یگانه چیزی که پیش روی شماست پشیمانی ابدی است، اما شما در این مورد نمیتوانید کار را انجام دهید. اکنون انتظار ملاقات با آفریدگار خود هستید که هرگز برای آن آمادگی ندیده بودید و اولاد شما دیگر به اسلام باور نمی کنند. آنها دیگر روز قیامت هیچ امکان ایستادگی ندارند و شما گناهگارید. شما حالا هم زنده اید. شما حالا هم وقت دارید. امروز عوض شوید تا از پشیمانی ابدی رها یابید. به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، اما آنهایی که شب زنده داری میکنند و این لحظه ها با ما قرار دارد و ما امروز نیز تصمیم گرفتیم برنامه آماده کنیم درباره بهترین شبها، بهترین 10 روز شبهای آخری ماه شریف رمضان. و برنامه امشب را
با خواندن معنای سوره اسراء آیت 79 آغاز میکنم. الله تعالی میفرماید: و در قسمت از شب برخیز و نماز تهجد بخوان. این نافله یعنی نماز شب خاص تو است، باشد که پروردگارت تو را به مقام پسندیده برساند. از جمله در سوره سجده آیت 16 چنین آمده است: از بستر خواب پهلویشان دور میماند. پروردگارشان را با بیم و امید التجا می کند که عملهایشان را مقبول درگاهش کند و از آن رزقی که به آنها در راه الله داده ایم صدقه می کنند. همچنین در سوره زاریات آیت 17 چنین آمده است: آن نیکوکاران اند که از شب را می خوابند و شب را با نماز زنده داری می کردند. از عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اندازه شب زنده داری می کرد و نماز شب می گذارید که پایهایش ورم می نمود. و ایشان گفتم: یا رسول الله، چرا این کار را می کنید در حالی که گناه گذشته و آینده شما بخشیده شده است؟ فرمود: آیا بنده شکرگزار نباشم؟ در حالتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخنها را گفتند، حاجت به ما و شما آنهایی که هر روز در کارهای خطا هستیم چیست؟ از این را این بهترین شبها است و این شبها را زنده داشتن و عبادت را در این شبها زیاد کردن نزدیک است به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و امروز در مهمانی برنامه ما استاد محمد علی قربان قرار دارند و آنهایی که خودی این لحظه ها ما را همراهی میکنند، من یادرس میشوم استاد محمد علی قربان ختم کرده یکی از دانشگاه های شهر ریاض هستند. خوش آمدید میگویم شما را استاد گرامی و آباد باشید اکمل جان. دیروز ما صحبت کرده بودیم در موضوع اعتکاف و سوالهای زیاد از جانب تماشابینان ما تا حال باقی مانده است و ما و شما کوشش کنیم توانیم به آنها امروز از فرصت استفاده برده به بعضی از سوالها جواب گوییم انشاءالله استاد گرامی، اگر شما راضی باشید. بسیار خوب می شود. و خب در آغاز برنامه درباره 10 شب آخر رمضان و چگونه بودن همین روز شب‌های آخر رمضان کوتاه نقل می‌کردید و گفته می‌گذاشتید و تا آن باز تماشابینان ما زیادتر می‌شوند و بعد از آن من سوال‌ها را پیشنهاد شما کنم و پیش از آن باز گفتنی هستم به تماشابینان گرامی که این لحظه ها نوکک دوباره پیوست شدند، چون اکثریت در قسمت دیگری شبکه ما بودند، چون یک مرتبه من برنامه را قطع کردم و باری دیگر گیرام کردم. از این خاطر آهسته آهسته برمیگردید، لایک مانید تا که دیگران نیز تماشا کنند و اگر توانید نوا را به دیگران نیز فرستید. الله از شما راضی باشد. و مرحمت بیایید کوتاه درباره 10 شب آخر رمضان گفته میگذاریم و بعد از آن آغاز سوال‌ها پیشنهاد سوال‌ها میکنم. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام بر پیغمبر آخر زمان. هزاران بار شکر خداوند که ما و شما را دوستان گرامی به ماه شریف رمضان و به دهه آخر آن که بهترین شبهای سال می باشد رسانید و خداوند ما و شما را از جمله دریافتگان شب قدر و قبول روزه و اعمال را خداوند
از ما و شما الها قبول کرده باشد و این را توشه ما به آرای آخرت و رسیدن به مرتبه های بلند جنت الها بگرداند. دوستان خدا و بزرگان اسلام 6 ماه دعا میکردند که خداوند آنها را به این بهترین ماه‌ها، ماه شریف رمضان برساند. بعد از آن که به این ماه شریف رمضان میرسیدند بهترین و بزرگترین اعمال را انجام دادند و بعد از انجام این عملها 6 ماه دیگر دعا میکردند که خداوند طاعت و عبادتشان را که در ماه شریف رمضان کرده بودند به درگاهش قبول بکند. الها الله سبحانه و تعالی اعمال ما و شما را قبول کرده باشد. امین امین. و استاد گرامی، شما باز اینترنت شما کمی ضعیف است، شاید و یکی از خصوص و دیگر اعمالی خوبی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این ده انجام میدادند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعمال زیاد و فراوان داشتند، اما وقتا که این ده می رسید اعمال خود را به اوج اعلا می رسانیدند. از جمله اعمال مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعتکاف نشستن بود که 10 شبانه روزی آخری رمضان را دیگر در مسجد به عبادت مشغول می شدند، به خانه اشون نمی رفتند، به دیگر کارها مشغول نمی شدند. در غیر رمضان به کارهای اداره دولت، تعلیم و تربیه، زیارت بیمار، کارهای خیر و آبادانی، به همه کارهای خیر مشغول می شدند. اما در این ماه شریف رمضان باشد 10 شبانه روز در مسجد و به اعمال خیر و عبادت و تکرار قرآن، خصوصا در سال آخر حیات همراه جبرائیل علیه السلام قرآن کریم را تکرار میکردند تا این قرآن کلام پاک الهی را درست و بی خطا به مردم برسانند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همچنان که در حدیث مبارک آمده است: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان جد واجتهد وشد المئزر و ایقظ اهله. بود میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هرگاه که دهه آخری رمضان داخل میشد کمر خود را در طاعت و عبادت بسیار سخت میبست و اهل و عیالش را بیدار میکرد تا در این شبهای دهه مبارکه به طاعت و عبادت مشغول شوند تا ثواب بزرگ نصیبشان شود و شب قدر را دریابند. یعنی این اعمال خود را به اوج اعلا میرسانید. و این چنین در حدیث دیگر آمده است که عایشه رضی الله عنها روایت میکنند: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان و اعتکفت ازواجه من بعده. رواه مسلم. در این حدیث صحیحی که امام مسلم و بخاری روایت کرده‌اند، عایشه رضی الله عنها میگویند که بود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که 10 شب آخری رمضان را به طاعت و عبادت مشغول میشد، به اعتکاف مشغول میشد و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم همسران او این 10 شبانه روز آخری رمضان را اعتکاف نشستند. و چگونه که ما ذکر کردیم اعتکاف این یکی از عبادت‌های بزرگ می باشد که انسان کار و بار دنیا را و همه چیزهای دنیا را ترک می کند، رو به عبادت خدا می آرد و علاقه خود را با خدا خوب می کند. کوتاهی و نارسایی هایی که پیش از این ماه شریف رمضان داشت در این ماه آنها را اصلاح می کند، یعنی که عبادت خود را به اوج اعلا می رساند و خالصانه عبادت خدا را به جا می آورد و شکر نعمت‌های الهی را به جا می آورد به سبب اعتکاف نشستن و اعمال خود را به اوج اعلا رسانیدن. چنانه که نوکک حاضر شما گفته گذاشتید و جواب گفتید حتی به آن سوالی که علاقه روی اکران ما است، یعنی که اینجا پرسیدند که خود معنای اعتکاف چیست و به این قسمتی سوال جواب گفتید و در دوام این سوال آمده است و زن در خانه چطور میتواند 10 روز آخر رمضان را خواند، یا اینکه منظورشان شاید اعتکاف نشینت است. زنها
می توانند که 10 شبانه روز آخر ماه شریف رمضان را در یک خانه نظرنارس، یعنی در حدیث ها می آید که بهترین نمازی زن در قعر خانه اش می باشد، یعنی در یک خانه، یعنی از همه از چشم دیگران و خصوصا بیگانگان دور در آنجا اعتکاف بشیند و به طاعت و عبادت خدا مشغول شود و ثواب این سنت و این فضیلت را صاحب خواهد شد. و همچنان که ذکر کردیم اعتکاف این گوشه نشینی، یعنی یک گوشه مسجد را مردها باشند، زنها باشند، یک گوشه خانه خود را که برای آنها مناسب است آن را انتخاب میکنند و به طاعت و عبادت خدا و شکر نعمتهای او و روزه را خوب داشتن و نمازهای تراویح و تهجد را و 5 وقته نماز را با تمام نازکی‌هایش به جا آوردن به عبادت خدا مشغول میشوند. از و این گفته های سنت شما باز کفایی است. ببخشید استاد گرامی، اینجا سوال دادند، باز از سوال پیدا شده است. زیر پرده نشستن چیست و این فرض است یا سنت نوشته کردند و اگر ممکن باشد با دلیلش نوشتند؟ پرده نشستن زنها در نظر داشته شده است. در زمان رسول الله علیه و سلم، بله شما را میشنویم. بله. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم زنها اعتکاف می نشستند و خصوصا در حالتی که همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه رسول خدا اعتکاف می نشستند پرده می کشیدند و آن پرده را که می کشیدند به خاطر ستر کردن خود از بیگانگان بود. و اما وقتی که زن در خانه خود اعتکاف می شیند نیاز به یعنی پرده کشی ندارد. بله اینترنت شما کمی ضعیفتر است استاد گرامی. بله کنی بین کامپیوتر سوز. خب ما انتظار میشویم. کمی اینترنت استاد محمد علی کمی ضعیف است و انشالله برمیگردند. این حال برگشتند و بیایید من تقاس میکنم. خب بار دیگر خوش آمدید. سوالی که در پشتی پرده نشستن زنها، البته در پشتی پرده نشستن زنهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعضی وقت اعتکاف نشستن در مسجد، در یک گوشه مسجد در زمان رسول خدا. و اما اعتکاف نشستن زنهای پیغمبر خصوصیت دارد، فرق دارد از زنهای امروزه ما و شما. به خاطر چی؟ به خاطر آن که زنهای پیغمبر برای همه ما، برای همه مؤمنان تا روز قیامت مادر به شمار می روند، چرا که آنها زنهای پیغمبر ما و شما است، یعنی مادر به حساب می روند. به همین خاطر آنها یک مدت اعتکاف نشستند. پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک بار یعنی خیمه زدند و پرده کشیدند برای اعتکاف نشستن. زنهای او نیز در آخر مسجد خیمه زدند و برای جای اعتکاف هر یکی از آنها برای خود آماده کردند. پس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آنها را امر کردند که خیمه ها را بردارید. پس دیگر زنها در خانه ها اعتکاف می نشستند. برای همین هم علما، امام شافعی در مذهب آخرین خود و امام ابو حنیفه و علمای مذهب ما و شما برای همین زنها را توصیه می دهند که در خانه های خود اعتکاف بشینند، نه در مسجد، به خاطری که زن عورت است تا اینکه یگان کاری ناشایم و نظری نامحرمی نرسد. و امروز چگونه که شما میدانید دوستان و برادران عزیز، ایمانها کاسته و ضعیف و پرهیزها هم سست گشته است، نه آن ایمان و نه آن پرهیزی که اصحاب کرام رضی الله عنهم داشتند. بله و یعنی اگر خلاصه کرده گویم زنها می توانند که بدون پرده در خانه اشان، در گوشه خانه اشان اعتکاف نشینند. یعنی اگر در خانه نشسته باشند و نظری بیگانه در خانه نیست، اونها می توانند که بدون پرده در خانه خودشان اعتکاف نشینند. پرده تنها در مسجد چون که شما ذکر کردید. درست. یا اینکه اگر مثلا فرض میکنیم متاسفانه امروز بعضی خواهرها در مهاجرت مهنتی هستند
شاید جای مناسب یعنی که خوب نمی‌آوند. اصل این است که جای باشد برای زنی که در مهاجرت مهنتی است تنها با زنها باشد استقامتش، نه اینکه در جایهایی که با مرد آمیخته است در آنجا منع است و گناه است، یعنی استقامت کردن زن. اگر نواده یعنی که در جای هست که گاه به سبب یگان ضرورت مرد بیگانه میبراید و داخل میشود و یگان کاری را دیده میبراید، در این حالت پرده کشیدن خوب است برای ستر کردن، تا اینکه زن عورت است و پوشیده است و حیا یکی از صفتهای مهم و عفت و پاکدامنی یکی از صفتهای اساسی زن مسلمان است. برای این صفتهای خود را باز هم خوب نگاه داشتن. خب تشکر زیاد، خیلی مفصل جواب گفتید. من فکر میکنم که اونهایی که سوال دادند فهمیدند. یک سوال عجیب آمده است، من روی اکران میکنم چون نمیدونم تا چه اندازه این سوالشان جا داشته باشد. یعنی میپرسند: السلام علیکم، من 17 ساله هستم اما قرآن کریم را ختم کردم. ای محله امون حاجی هست میگوید در ماه شریف رمضان قرآن کریم را نخوانید. حاجی مگر ما خوانم گناه میگیرم؟ التماس جواب گوید. الله پاک است. نمیدونم این تا چه اندازه راست باشد، اما نوشته کردند و من روی اکران برآوردم سوال. سلامت باشید. البته قرآن خواندن عبادت است. قرآن خواندن و آموختن این کتاب الهی است. این سرمشق حیات ماست. این قرآن کتابی به آلایش الله سبحانه و تعالی است برای هدایت و اصلاح مردم تا به روز قیامت. برای همین خواندن این قرآن عبادت است. به هر حرفی که از قرآن کریم خوانده می شود الله سبحانه و تعالی 10 نیکی به خواننده قرآن عطا می کند. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان می فرمایند: لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و میم حرف و لام حرف. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که نمیگویم من که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف، لام حرف دوم، میم حرف سوم، یعنی 3 حرف است. وقتی که این 3 حرف را از قرآن کریم میخوانید 30 نیکی در نامه اعمال شما نوشته می شود. و فقیه ابولیث سمرقندی رحمه الله، یکی از محدثین و فقهای مذهب ما و شما مذهب حنفی می باشد، این فقیه بزرگ در کتاب تنبیه الغافلینش می آورد که هر کسی که یک حرف از قرآن در نماز بگذارد، راستا نماز را، خصوصا نمازهای نافله را که راستا خواندنش افضل است و نشسته خواندن درست است، اما فرضها را فرض است که ما راستا بخوانیم، یعنی که قیام و قعود و رکوع و همش را بجا بیاریم. خب یک حرف از قرآن در نماز بخواند 100 نیکی در نامه اعمال او نوشته می شود. اگر نواده نماز نافله را نشسته بخواند به سبب خستگی یا غیره یا ناراحتی و بیماری، در هر حرف خواندنش 50 نیکی. و بیرون از نماز چقدری که ما و شما قرآن میخوانیم، ختم قرآن میکنیم، در هر حرف خوانده 10 نیکی است. برای همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما و شما را امر به خواندن قرآن کردن. گفتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و القرآن فانه یأتی ان لاصحابه، شما قرآن را بخوانید، قرآن در روز قیامت شما را شفاعت میکند. اگر کوتاهی و کمبودی شما باشد قرآن شما را شفاعت کرده به جنت میبرد. خب سوال دهنده شاید که منظورشان یک شاید چیز از اون پرسیده باشند برای ما نگفته باشند، الله اعلم. از این خاطر اصلا استاد خیلی خوب و مفصل جواب گفتند. خواندن قرآن این عبادت است گفتند و هر کس موافق توانایی خودش قرآن را میخواند. شاید تو اینجا منظور درست نخواندن باشد یا شاید با تجوید نخواندن باشد یا شاید خودشان قرآن را آموختند و خودشان میخوانند. این منظور باشد استاد گرامی. و درباره کوتاه اگر میگفتید در آن موردی که هر کسی که من حدیث شنیده بودم و عین حال در ذهنم نیست، ولی منظور این است که هر کسی که اگر قرآن را شکسته به آن معنا که به مشکلی میخواند، اجرش از آن که به آسانی میخواند
زیاد است. درباره همین کوتاه میگفته چون شاید این بود منظورشان. البته یعنی قرآن خواندن عبادت است و چگونه ای که شما قید نموده که انسانی که بر او مشکل است قرآن خواندن زبانش، یعنی بعضی انسان ها را خداوند آفریده است زبان آنها کمی در او درنگی هست، کمی در او مشکلی و گرفت است، با راحت قرآن خوانده نمیتواند، زحمت میکشد تا اینکه قرآن را درست بخواند. در هر یک زحمت و کوشش او به او ثواب داده می شود و این همه در ثواب آموختن و تلاوت کردن قرآن در ثواب شریکند. و اما کسی که با مهارت بلند قرآن میخواند بسیار ثواب زیاد میگیرد، به خاطر که این مهارت بلند به سبب حفظ کردن، آموختن، زحمت و محنت به دست می آید. و فراموش نکنیم که الله سبحانه و تعالی در کتاب پاکش فرموده است که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یعنی الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه میفرماید که ما قرآن را برای آموختن و برای تلاوت کردن برای جمله مردم آسان کرده ایم. یعنی که ما فرق ندارد که عرب است غیر عرب، اما به سبب مهنت و کوشش و تعلیم گرفتن از استادی که این علمی قرائت و تلاوت قرآن را خوب میداند، وقتی که ما در نزد او می آموزیم این چیز برای ما و شما آسان می شود. به سبب این سوال یک مسئله بسیار نازک و عصری را به خاطر رسان کرده استاد. امروزها یعنی که چقدر برنامه ها برای تعلیم قرآن کریم، چقدر صحیفه ها، چقدر سایت ها گشاده اند، یعنی ثوابجویان، نیکوکاران، شما می توانید به این سایت ها مراجعت کنید. حتی سایت های هست که 24 ساعت یعنی آموزندگان قرآن را قبول میکنند و به آنها قرآن را می آموزانند. بله درست گفتید. و بیاید یک سوال دیگر میگذاریم. اینجا سوال رو من روی اکران کردم. پرسیدند که اعتکاف 10 شبانه روز یک خیل با ذکر الله میشیند، یعنی 10 روز پی هم با ذکر الله میشیند یا اینکه با دیگر کار میکنند؟ یعنی بیاید کوتاه جواب میگویم چون ما به این سوال الکی روزهای گذشته نیست استاد گرامی جواب گفتیم. به هر حال با سوال کرده اند چی کار میکنند وقتی اعتکاف می نشینند در مسجد، انا همان 10 روز یا اینکه کمتر از 10 روز فقط ذکر الله میکنند یا اینکه باز با دیگر کارها مشغول میشوند؟ و آیا وقتی که گرسنه میشوند از مسجد برآمده خانه آمده افطار میکنند و باز برگشته مسجد میآیند و وقتی که به خانه میآیند باز همسرشان را میبینند، یعنی که نظر میکنند، نزدیک نمیشوند؟ آیا این چیز نیست جایز است یا نه؟ به همین کوتاه جواب میگفتید. بسیار خوب. 10 شبانه روز وقتی که شما اعتکاف میشینید، این 10 شبانه روز نمازها را در وقتش میخوانید، نماز تراویح و تهجد را میگذارید. خب به قرآن خواندن بسیار مشغول میشوید، زیرا که ماه شریف رمضان ماه نزول قرآن است و در حدیث صحیح آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بزرگان یعنی که به تلاوت و تعلیم قرآن مشغول میشدند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشد در آخرین ماه شریف رمضان همراه جبرائیل علیه السلام شبها قرآن خوانی میکردند. یک بار حضرت جبرائیل علیه السلام قرآن را از اول تا به آخر خواند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گوش کردند تا درست بیاموزند و بار دوم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قرآن کریم را از اول تا آخر تلاوت کرد. جبرائیل علیه السلام گوش کردند تا اینکه قرآن این کلام پاک الهی درست به ما و شما برسد و الحمدلله به حفظ خداوند این معجزه جاودانی چگونه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت کردن به نزد ما و شما رسید. به همین خاطر بسیار به تلاوت قرآن، خواندن تفسیر او، مقصد از تلاوت کردن ما به یاد آوردن پند و نصایح و سفارش های خداوند است که خداوند در این کتاب پاک به چه عملهای بزرگ ما و شما را امر کرده است، از چه کارهای زشت ما و شما را منع می نماید و باز می دارد تا از آنها خود را نگاه بداریم و قصه های گذشتگان را برای ما و شما نقل می کند
تا از قصه ها حصه ها بگیریم، برای ما و شما درس و عبرت باشد و قانون زندگی را برای ما و شما بیان میکند، طرز درستی زندگی را برای ما و شما بیان میکند. همچنانه که الله سبحانه و تعالی میفرماید استعیذ بالله ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، البته این قرآن راهنمایی میکند شما را به بهترین درستترین زندگی. بهترین زندگی و درستترین زندگی این زندگی است که به شما قرآن نشان میدهد و به ذکر خدا و ماه دعا است، به دعا مشغول شوید، به خیر و سخاوت. شرط نیست که شما برآمده خیر و سخاوت کنید، بلکه مال را یا اینکه امروزها کسی که خداوند نصیب کرده است با حساب بانکیش به حساب فقیران یا شخصان روانه میکند و آنها این کار را تقسیمات میکنند به اقربان، نیازمندان، همسایگان و غیره. راست گفتید. اینجا باز همین سوال شده است، به همین گفته های شما مربوط است. درباره زکات میگویند گفته گذارید، چون زکات مال را نیست بیشتر در همین ماه مبارک میکنند یا بعد از ماه رمضان اکثر این یک هم عادت شده است. و هم سوال را میخوانم. اینجا سوال دادند که السلام علیکم، روی اکران آوردم، چی مقدار پول داشته باشه که زکات در روسیه واجب می شود؟ التماس جواب گوید. خب زکات یکی از فرضهای الهی، زکات عملی بسیار شریف و بسیار بزرگ و با فضل است که هرگاهی که در بسیاری آیت ها وقتی که الله سبحانه و تعالی نماز را ذکر میکند، بعد از او زکات را ذکر میکند. یعنی و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، یعنی مؤمنان صادق و صالح کسانی هستند که نماز را با نازکی هایش درست برپا می‌دارند و زکات مال را می‌دهند. زکات مال برادران عزیز از یعنی که با طلا و نقره حساب کرده می شود. در اصل از پول و مال هر کسی که 85 گرم طلا دارد و قرضدار نیست، حاجت‌های اساسی غذا، خوراک برای خود و اهل عیال او فراهم است، زیاده از این 85 گرم طلا یا مقدار 85 گرم طلا سامانی یا روبل روسی یا لیره ترکی دارد، بر این برادر و در دستی او 1 سال باقی میماند. این مبلغ کم نشده در گردن این برادری ما زکات واجب میگردد، فرض میگردد که زکات را 2.5 فایز از این برآورد. مثلا اگر که با پول تاجیکی بگیریم، برای برادرانی که در تاجیکستان استقامت میکنند، هر کسی که 25,000 سامانی داشته باشد از او 625 سامانی زکات میبرارد. خیلی خوب. یک سوال دیگر مربوط به همین است استاد. گفتند که اگر خیلی موضوع وسیع است، از این خاطر ما کوتاه‌تر میکنیم چون در برنامه‌های گذشته نیست به تفصیل به همین سوال‌ها جواب گفته بودیم. به هر حال مردم میپرسند، ولی کوتاه شرحش در برنامه‌های آینده باز میتوانند که تماشا کنند. اینجا نوشتند که السلام علیکم، زکات را به آدمانی که در محبس هستند با پول روان کردن ممکن یا حتما خوراک خریدن در کار است؟ از محمد نبی آمده است. البته با پول روان از همه خوب است، چرا که چگونه ای که صدقه را با پول برآوردن افضل و بهتر است. به خاطر چی؟ به خاطری که شخص نیازمند با آن پول میتواند خوراک بگیرد، میتواند لباس بگیرد، میتواند قرض خود را ادا بکند، میتواند یا اینکه از آب قرضدار است یا از برق و غیره، این همه را حل کرده میتواند. برای همین افضل است که شما چیکار بکنید؟ با او یعنی که مبلغ را رای بکنید. اما اگر کسی که مثلا میوه دار است، باغدار است، زکات میوه برآورده است، از 10 یک میتواند که چیکار بکند؟ همون میوه ها را روانه بکند. یعنی هر چیزی که برای، چرا که اصل در این میوه مثلا 10 سطیل میوه گرفتید، 1 سطیل چی است؟ زکات است. استاد گرامی، اینجا باز چند سوال های دیگر آمده رسیده است، مربوط است به فطر روزه. بیایید کمترک به این موضوع گذاریم و من پیش از آن که به موضوع داخل شویم یادرس می شوم به تماشابینان گرامی، به آنهایی که این لحظه ها پیوست شده در شبکه های یوتیوبی ما،
шумо суҳбати моро бо устод муҳаммадалӣ Қурбон мешунавед, хатмкардаи донишгоҳи яке аз шаҳрҳои Риёз ҳастанд ва ин лаҳза суҳбати мо дар бораи 10 рӯзи охири моҳи шарифи Рамазон аст ва саволҳо низ марбут ба ҳамин моҳи Рамазон, шаби қадр ва эътикоф аст. Ва инҷо як савол доданд: мешавад ки мо фитри рӯзаро дар фарзандонмон диҳем, фарзандони мо хӯранд, яъне ки хуб ба саволшон ҷавоб мегуфтем. Ба ҳамин монанд боз саволи дигар ҳаст инҷо. хуб ман ба ҳамин монанд як саволи дигар боз омадааст. Ассалому алайкум устод, садақаи фитри рӯзаро чанд рӯз пеш аз рӯза бояд дод? Ва ҳамчунин хоҳарам бо 3 фарзандаш аз хонаи шавҳараш омадагӣ бо падару модарам зиндагӣ мекунад. Фитри рӯзаро ба хоҳарам тиям ҷоиз аст ё не? бисёр хуб. садақаи фитр воҷиб аст дар ҳаққи ҳар касе ки пули ӯ ба нисоби закот расидааст. Яъне ҳар касе ки закот мебарорад, пули ӯ ба нисоби закот расидааст. Ҳамчуноне ки гуфтем, агар бо тилоҳ нисоби закотро ҳисоб кунем, 85 грамм. Яъне ҳар касе ки 85 грамм тилоҳ дорад, ё сомонӣ, ё рубл, ё лира, ё динор, ё дирҳам, пулҳое ки мардум имрӯз истифода мекунанд ва ин пули онҳо, яъне арзиши ӯ баробари 85 грамм тилоҳ бошад, дар гардани ин бародарон садақаи фитр баровардан воҷиб мешавад. Ва садақаи фитр ин яке аз амалҳои бузург ва яке аз ғамхорию меҳрубонии ислом нисбат ба ниёзмандон, муҳтоҷон ва камбағалон ва фуқаро мебошад. яъне дини мубини ислом дини дастгирист, дини бародарист, дини ғамхорист, дини меҳрубонист. ҳатто расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд: имон надорад касе ки сер хобида аст, ҳамсояи ӯ гурсна аст. бубинед азамат ва бузургии исломро, ғамхориро, бародариро. нагуфт ки ҳамсояи ту, яъне ки наздиктаринат бошад, ҳамсоя мумон аст, ғайри мусалмон аст, фармегӯяд ҳамсояи ту. яъне ки инсон масъул фарзандону хешон ва инчунин аз ҳамсояи худ. خب صدقه فطر دوستان و برادران گرامی که سببی بخشیده شدن کوتاهی و کمبودی های روزه ما و شما میگردد و سبب قبول شدن روزه ما به درگاه الهی می شود و صدقه فطر را اگر ما ندهیم عجب نباشد که روزه ما و شما به درگاه الهی قبول نگردد. و صدقه اما استاد گرامی ببخشید من ببخشید محتاجان. аммо пурсиданд ки садақаро барои хешовандон, яъне яке пурсиданд ки барои фарзандони худашон диҳанд мешавад ё не, ва дигаре пурсиданд ки ба хоҳари худашон ва ё фарзандони хоҳари худашон диҳанд мешавад. ба ҳамин кӯтоҳ ҷавоб мегуфтем устоди гироми. саломат бошед. метавонад ин хоҳари мо ба хоҳари ӯ ки камбағал аст метавонад ба ӯ садақаи фитрро бидиҳад, аммо падар ба фарзандони худ садақаи фитр дода наметавонад, фарзандон ба падарои худ садақаи фитр дода наметавонанд ва ба модари худ, чаро ки инҳо ши наздик ҳастанд. яъне додар ба хоҳар, додар ба бародар ва худ дода метавонад. ва инчунин касе ки садақаи фитрро дода наметавонад, зан ба шавҳараш, шавҳар ба занаш. ғайри ин ба дигарҳо касе аз ақориб дода метавонад шумо ки садақаи фитри худро бидиҳед ва дуруст аст. ва дигар нукта, ҳар чӣ қадар садақаи фитри шумо ба хуб, боз ҳам интернети устод каме шояд заиф бошад. иншаалло боз интизор мешавем, пас аз чанд лаҳзаи дигар шояд ворид шаванд. инҷо боз саволҳои зиёд аз ҷониби шумо омода расидааст ва иншаалло боз тақрибан чанд фурсати дигар дорем ва имрӯз барномаи мо гуфтем ки 40 дақиқа ё 1 соат барнома
мемонем ва баъд аз он иншаалло ки боз рӯзҳои дигар барномаи мо пешниҳоди шумо мешавад ва интизор мешавем агар устод дубора ворид шаванд ба чанд саволи дигар боқӣ мондааст ба он савол ҷавоб мегӯем ва баъд аз он иншаалло боз барномаҳои 24-соатаи мо давом хоҳанд ёфт. Ва фаромӯш накунед ба шабакаҳои мо обуна шавед, чун дирӯз яке аз тамошобини мо пурсиданд ки ҳаргоҳ мехоҳам ки ман дар ин барномаи шумо дар барномаи саволу ҷавобу устодон ворид шавам, аммо чӣ гунае ки мешавад ман дер дохил мешавам. вақти агар шумо он зангулае ки дар YouTube ҳаст онро пахш кунед, эфири мо оғоз шавад, ба шумо маълумот меояд ки эфир оғоз шудааст ва шумо метавонед ба эфири мо пайваст шавед. Аз ин хотир ҳатман обуна бошед ба шабакаҳои мо ва боз мо зангулачаро пахш кунед, то ки вақти эфири мо омода мешавад, шумо низ тавонед ба эфири мустақим дохил шавед. ва инҷо саволҳо хеле зиёд аст ва мо иншаалло интизор мешавем устод агар ки дубора дохил шуданд, ҳатман ба баъзеи он боз ҷавоб хоҳем гуфт иншаалло. ва шумо зери навори мо метавонед, тамошобинони азиз, лайк монед ва ба дигарон наворо ба қавле тақсим кунед, то ки дигарон низ тавонанд баҳра баранд ва мо кӯшиш мекунем рӯзҳои наздик низ ба ин гуна монанд барномаҳо омода кунем, пешкаши шумо созем, то ки аксарият саволҳои хеле зиёд доранд ва тавонанд ба саволҳои худашон посух ҷӯянд ва посух гиранд иншаалло. ва биёед ин лаҳза ман то дубора пайваст шудани устод як навори дигар бароятон пешниҳод мекунам ва баъд аз ин навор иншаалло ки боз бармегардем. Интизор бошед тамошобинони азиз. خب خوش آمدید استاد گرامی. شما قطع شدید و اینجا اکثریت تماشابینی ما انتظار هستند و ما باز تقریبا زیاده از 15 دقیقه دیگر وقت داریم و چند سوال های دیگر نیز پیشنهاد کردند و اگر توانیم کوتاه به سوال ها جواب گفته گذاریم. یک نفر اینجا پرسیده بودند اویدی صدقه دادن برای شخصی نامسلمان، اگر خطا نکنم. خب من روی اکران میبرم سوال را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در روسیه ممکن است به یگان شخصی روسی که عرق نوش است صدقه دهی؟ خب هر یک کاری خیری که ما انجام میدهیم باید با دقت باشیم که همان صدقه ما در کجا صرف کرده می شود. اگر ما برای عرق نوش صدقه بکنیم تا اینکه او بگیرد این صدقه ما را و دوباره با از عرق بنوشد، پس از عرق نوشیدن با این آن خرخشه بکند، یعنی که مستی میبرد به پستی، یعنی که این حالت مستی عقل خود را از دست داده به هر کار دست زدنش ممکن است. همچنان که دانشمندان یعنی که تحقیق کرده اند که در جهان 80% جنایت بعد از مستی رخ داده است. یعنی که اکثریت جنایت هایی که امروز رخ میدهد به سبب مستی است. و حکما و دانشمندان میگویند که درباره عرق، محققین از علما میگویند که عرق میدانید چیست؟ عرق زهر است که
اجازه داده شده است آن را انسان ها استفاده بکنند. از سم بله. المسموح. بله. برای و همین یعنی که اگر کوتاه کرده گویم اون زکاتی که به عرق نوش میدهند چون زکات نمیشود، یا صدقه که به عرق نوش میدهند اون صدقه نمیشود، یعنی یاردم میشود به خاطر باز دوام آمد کردن در ضرر، اگر ضرری عرق نوش به دیگران رسد. اگر کوتاه و خلاصه کنیم درست است استاد؟ درست، یعنی به همین خاطر احتیاط شدن در کاری که همان اعمال خیری که میکنید در راه خیر و در کاری نیک استفاده شود، نه اینکه در کاری زشت استفاده کرده شود. بله و بیایید شما باز. بله استاد دوام دهید. و شما برادران گرامی، یعنی می توانید که کسانی را که میبینید یعنی که نیاز به نصیحت دارن، نیاز به تربیت دارن، شما سخن نیک خود را، سخن حکیمانه خود را، نصیحت های نرم و شیرین خود را یعنی دریغ ندارید. همچنانی که میگوید شاعر: اگر بینم که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینم گناه است. اگر ببینم که نابینا و چاه است و در چاه می افتد، خاموش نشستن من گناه است، باید که او را راهنمایی کنم و به صحنه نجات ببرم. و این چنین ما و شما وقتا که میبین برادران را در گناهند، در نافهمی‌اند، به نفس و شیطان گرفتار شده اند، باید آنها را کمک بکنیم. بله. و یک تماشابین سوال درباره خب اویله‌داری سوال دادند و تماشابین گرامی من شخصا به شما مراجعت میکنم، الله شما راضی باشد. ما در دیگر برنامه ها داریم در این موضوع، شما میتوانید همین سوال شما جواب هست در یکی از نوارهای ما، شما میتوانید تماشا کنید. امروز فقط درباره شب قدر و ماه شریف رمضان استاد را خواهش کردیم که صحبت کنند و به موضوعهای طلاق و دیگر موضوع امروز داخل نمیشویم و ما را معذور دارید. و اینجا سوال دیگر آمده است، روی اکران برآوردم سوال را. شخص قرضدار قرضش را به جای زکات درست است اگر شاید بخشید، اینجا چنین آمده است شخص قرضدار قرضش را ببخشید به جای زکات درست است؟ به نسبت به مسئله قرض، یعنی که فراموش نکنید دوستان عزیز که این طریق درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطری که علما میگویند که انسان وقتی که مال زکات را هر سال حساب و کتاب میکند و زکات مال را میبرارد، هم فرض الهی را به جا میآورد، هم شکرانه مالداری را یعنی با برآوردن زکات به جا میآورد، باید که مال زکات را براری جدا بکنی، آن را بعد از آن با نیت زکات به نیازمندان و محتاجان و کمبغلان برسانید تا زکات شما درست بشود. آن پولی که شما داده اید سالها پیش، یک سال پیش، یک ماه پیش و آن را به نیت قرض دادید، حالا او را به نیت زکات گذرانیدن درست نیست میگویند علما. به همین خاطر فقط در حال شما میتوانید که اگر قرضدار شما قرضش را گردانید برای شما، مثلا امروز شما قرض را به شما گردانید و شما آن پول را گرفتید و میخواستید زکات برآورید، دیدید که همین برادری که قرض شما را گردانیده است نیازمند و محتاج است، نیت زکات کردید و دوباره اون پول را به نیت زکات به او دادید، در همین حالت درست می شود. خیلی خوب. و اینجا باز یک سوال دیگر آمده است، از هرچند جواب گفتیم باز. السلام علیکم و رحمت الله. سوال من همین که فطر روزه چیست و به کیها فرض می شود؟ ما در پیش جواب گفتیم و اگر نوار رو از آغاز تماشا کنید انشاءالله به سوالات آن جواب میگیرید چون در پیش گفته گذاشتند. سوال دیگر آمده است، زکات از چند سامانی سر می شود؟ و به این مانند سوال ها باز زیاد است و درباره همین کوتاه شرح میدادید. زکات از 25,000 سامانی، یعنی که کسی که 25,000 سامانی یا مقدار 25,000 سامانی طلا، نقره یا اینکه مقدار آن پولهای امروزه دلار، یورو و غیره دارد، یا اینکه مقدار همین 25,000 سامانی باری تجارت دارد، باری که برای سودا است، او را میفروشد و پول میشود و یک سال در دست او ایستاده است، این مال در گردن او زکات واجب می شود. زکاتش را
میبرارد و بهترین و از همه ثواب زیاد در این ماه مبارک است که عملها در این ماه یعنی که بسیار زیاد ثواب داده می شود. حتی یک شب قدر ثوابش برابر 1000 ماه است. لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی این آیه کریمه دلالت می کند که عبادت ها در این ماه خصوصا در شب قدر یعنی ثوابش به 1000 و زیاده از آن ضم کرده می شود. و در حدیث صحیح هم آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره زیاد شدن عمل، زیاد شدن ثواب عمل های نیک در ماه شریف رمضان فرمودند: عمرة فی رمضان تعدل حجة معی تقضی حجة معی. رواه مسلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که یک عمره ای که انسان در ماه شریف رمضان میکند برابر یک حج کردن با من است در ثواب. سبحان الله. خیلی خوب. و استاد محمد علی اینجا سوال دیگر آمده است از یک خواهر تخمین قادر. و من زکات داده نمیتوانم، شوهرم گذشتگی. و به این سوال نیست شما جواب گفتید، الکی گفتید آنهایی که داشته باشند، یعنی مقداری معینی مبلغ. من فکر میکنم که حتما جوابشان رو گرفتند. و اگر آن مقدار مبلغ رو نداشته باشند برایشان چنانکه که شما گفتید فرض نیست دادن زکات. و یک سوال دیگر رو من روی اکران برآوردم. پدرم از عالم گذشتند و پیش از فوتشان از یک آدم قرض دارم گفتند، لیکن ما فرزندان آن شخص را نتوانستیم یافته. چی باید کرد؟ التماس جواب گویید. خب خلاصه که قرضدار، شخص قرضدار را قرضش را ادا کردن به نهایت مهم است و کوشش کردن در کار است که شخصی که از نزدیکان ما یا حتی از دوستان ما گذشت، حتی از برادران مسلمان، یعنی کوشش بکنیم که قرض او را ادا نماییم. اول این قرض را یعنی وارثان او، فرزندان و نزدیکان او باید ادا بکنند و اگر نشد پس دیگر باقی مانده های ما و شما نیز کوشش بکنیم در ادا کردن قرض او تا از عذاب قبر در امان باشد. شهید است اما با او راحت قبر نیست تا قرض را ادا کرده نشود قرض او اگر قرضدار از دنیا گذشت. به همین ولی این خاطر سوال دادند که چگونه ما یابیم، یعنی همون شخصی که از اون قرض گرفته از پدرشان اون کس رو به فکرم یافته نتوانستند. از این خاطر سوال دادند. یعنی که شما چی توصیه میدهید استاد گرامی و آیا یگان دلیل ها نیز هست در این موضوع؟ چون شاید در قصه های گذشته صحابه یا تابعین این موضوع نیز شده باشد، اگر در ذهنتان باشد. و اگر نه ما میتوانیم انشاءالله در روزهای دیگر وقتی که دلیل پیدا می شود، سند پیدا می شود، به همین مانند مثال ها پیدا می شود، حتما بعدا جواب میگویم به این سوال. فعلا همین قدر گفته میتوانم که یعنی که هر یک انسان باید که یکی از سنت ها در قرض گرفتن و قرض دادن همین است که قرض باید نوشته شود. مثلا من فلانی پسری فلانی به فلانی پسری فلانی $100 قرض دادم و شاهدهای من فلانی و فلانی است. این سنت است برادران عزیز. یا اینکه مثلا من فلانی و فلانی به فلانی مثلا 100,000 سومانی قرض دادم تا مدتی مثلا 1 ماه 2 ماه 1 سال. این نوشتن است. درازترین آیه قرآن آیت قرض دادن است که در آن الله سبحانه و تعالی برای حفظ مال ما تا ضایع نشود، حفظ مال ما به دستی نااهلان نافتد، حفظ مال ما تا پگاه انسان نالایق مال ما و شما را گرفته این کار نکند که من قرض نگرفتم، این احکام را بیان نموده است. به همین خاطر یادداشت‌های پدر را ببینید، دفترهایی که چیزهای مهمش را قید میکرد آیا در آنجا قید شده است؟ رفیقان نزدیکی که با او در این کارهای پولی و مالی سر و کار میکردن آنها را بپرسید، از نزدیکان دوستانش اگر پیدا کردید اون را برگردانید، بسیار خوب می شود. تشکر زیاد استاد گرامی. اینجا باز ما همگی باز 5 دقیقه دیگر وقت داریم و اگر کوتاه در همین به چند سوالی که آماده رسید جواب گویم. یک سوالی وسیع هم دادند اما ما کوتاه‌تر کرده انشالله جواب
میگفتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال دارم، شکننده های نماز و شکننده های روزه کدام هایند؟ خب شکننده های نماز، گپ زدن در نماز، خندیدن در نماز، خوردن چیزی در نماز، خب عملهای زیادتی کردن در نماز. یعنی انسان نماز میخواند لباسش را این طرف و اون طرف میبرد، نماز میخواند شلوارش را بالا میکند و پایان میکند، مثال نماز میخواند زن باشد و خواهر باشد روی مالش را این طرف و آن طرف میبرد بی ضرورت. خب عملهای زیاد، عملی کثیر گفته می شود فقها، کارهای زیادتی انجام داد، این هم سببی فاسد شدن نماز می شود. یا اینکه نماز می خواند و در وقت نماز خواندن کسی از در داخل شد، روی گردان را نگاه می کند، کنده سینه خود را از طرف قبله یعنی که برگردانده به دیگر طرف می برد، این هم سببی فاسد شدن نماز می شود. خب گپ زدن، یا یک کس آمد و در آمد سلام داد به شما، دست برداشته و علیکم السلام گفتن، این نماز الکی فاسد می شود. به خاطری که شما در راز و نیاز و گفتار با الله هستید، وقتی که با الله گفتگو دارید و عبادت دارید، خدا را می گذارید و به کار دیگری با بندگان او مشغول می شوید، نماز فاسد می شود و آن نماز را از سر گذاریدن لازم می گردد. اما نسبت به شکننده های روزه، خوردن، آشامیدن، خب همخوابگی کردن با همسر، خب اینها روزه ما و شما را فاسد میکنند. خب به همین خاطر یعنی که شخصی روزدار حتی مثلا یک دانه گندم یا یک دانه کنجد را خوردن حتی روزه را چی میشکند. از اینها هم یعنی از خوردن دانه گندم خورد هم که باشد، یا اینکه انسان دندانهای ناسالم دارد، یک دانه نخود مثلا در بخ دندان باقی مانده بود بعد از سحر خوراک، او را برآورده خوردن الکی روزه را میشکند. و از چنین کارها مثلا پرهیز کردن در کارهای تا روزه ما و شما به درگاه خدا قبول گردد. و این چنین یک مسئله را بیان بکنیم که اگر انسان به فراموشی خورد یا نوشید، یعنی روزه را از خاطرش برآمده است، یک پیاله آب نوشید، بعد از آن به خاطرش زد که او روزه‌دار است، روزه اش نمیشکند، روزه را دوام میدهد. یا کمی طعام خورد، بعد به خاطرش آمد که روزه‌دار است، از خوردن در حال باز می ایستد و روزه اش را دوام میدهد. زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سخن مبارکشان فرمودند هر کسی که به فراموشی خورد یا نوشید روزه اش درست است، روزه را دوام بدهد. پس این خوردن و نوشیدنش طعام دادنی بود از جانب خدا که او را طعام داد. بله، یک چیز دیگر را استاد گرامی یادرس میکردید و من حدیث خوانده بودم، معنایش چنین بود که الله به روزه آن نفری که سخنهای قبیح میگوید یا سخنهای بد میگوید نیاز ندارد و روزه داشتن تنها گرسنه بودن نیست. همین را نیز کوتاه گفته میگذشته، چون گفتند که فاسد کننده های روزه چی است و الله اعلم اگر به همین نیز داخل می شده باشد آن حدیثی که من کوتاه معنایش را یادرس کردم. سلامت باشید، بسیار خوب قید کردید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیح میفرمایند من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی که سخنهای ناجا، تهمت و دروغ و بهتان را ترک نکند و از اعمال گناه و زشت خود را نگاه ندارد، از گرسنه و تشنه روزه گرفتن او ثوابی نیست. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید روزدار نه تنها خود را از خوردن و نوشیدن نگاه می‌دارد، بلکه روزدار خود را از گناه، از تهمت، دروغ، بهتان و از هر گونه اعمال زشت و گناه خود را باز می‌دارد تا روزدار حقیقی باشد و روزه او به درگاه الهی قبول گردد. و خوب که قید کردید شما اکمل جان که گاه انسان روزه میگیرد و به تهمت مشغول است، روزه میگیرد و به یعنی گرفتن مال و اموال مردم با وجه نادرست مشغول است. پس متاسفانه چنین اشخاص را روزه اشان به درگاه خدا قبول نمیگردد
لکن واجب است بر آنها که این روزه را ادامه بدهند و خود را اصلاح بکنند. بله، درست قید کردید که اصلاح بکنند، یعنی این خیلی و خیلی مهم است. و وقتمان خیلی کم است اما سوال ها زیاد است. اینجا سوال دادند که ما در غریبی خودمان ما در غریبی هستیم، خوراک را خودمان تیار میکنیم، نمکش را بچشیم یا نه؟ انتظارم جواب را. خب خلاصه که حیات ما و شما بسیار حیات قیمت است. این حیات ما یک بار است الله سبحانه و تعالی میدهد. برای همین عبادت هایمان باید خوب باشد، اعمالمان خوب باشد، کارهای دنیا نیز خوب باشد، طعام پزی نیز خوب باشد. ما طول سالها طعام میپزیم، باید که چینک ها همه از بر باشد، یعنی بهترین طعام پزها. یعنی شما ببینید دوستان عزیز ارجمند، شرکت ها و کارخانه هایی که برای ما و شما مثلا هر گونه خوراکه های سردستکی میبرارن یا فرض کنیم پیچینی برای ما و شما میپزن، ببینید از یک شرکت همیشه یک خیل میبراید. برای چی همیشه یک خیل میبراید؟ یعنی که یک خیل اندازه ها چیزهای درکاری را، مصالح را به اندازه میگذارند. اگر ما و شما نیز در طعام پختن اندازه را رعایت بکنیم به چشیدن احتیاج نیست. این اما بسیار مهم است. استاد گرامی، در همان فقه درباره روزه در فقه خودمان نیست نوشته شده است که یعنی که اگر نمکش را چشند یعنی که چشیدن شکننده نیست، و اگر که همین را کوتاه‌تر بیان میکردید، اگر ما گوییم که تماما نمک رو نچشید بعد یا شور کنند خوراک را یا اینکه تماما بی نمک کنند. درست، سلامت باشید. البته چشیدن بی عذر مکروه است، یعنی ضرورت نیست. میداند که ان شاء الله طعامش خوب آمده است، میگوید برای احتیاط بیا یک بچشم، یعنی مکروه است. لکن اگر ضرورت باشد، همچنان که خوب قید کردید شما که میترسد که طعام را یعنی ویران نکند از بسیار نمک دوختن و غیره، ضرورت است اما امکان ندارد، در این حالت میچشد، بعد از چشیدن او را برآورده میپرتاید، فرو نمیبرد. اگر فرو برد روزه اش میشکند و گناهگار میشود. تشکر زیاد. تماشابینان گرامی، شما صحبت ما را با استاد محمد علی شنیدید و استاد محمد علی قربان ختم کرده دانشگاه شهر ریاض هستند و طول 1 ساعت زیادتر برنامه ما دوامت کرد. یعنی ما خیلی ما امروز نقشه گرفته بودیم 40 دقیقه تا 1 ساعت با شما صحبت میکنیم و انشاءالله باز روزهای نزدیک برنامه را آماده میکنیم و برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما میشود تماشابینان عزیز تا که به بعضی سوالهای شما جواب گوییم و ما را ببخشید اگر نتوانستیم به همه سوالهای شما جواب داده باشیم، چون وقت امکان نمیدهد و ما کوشش میکنیم در آینده به بعضی سوالهای دیگری شما انشاءالله که باز جواب گوییم. و استاد گرامی را خوش آمدید میگوییم به برنامه ما و ما باز روزهای نزدیک انتظار میشیم. خوش آمدید بار دیگر. سلام علیکم. الله نگهبانتان. و تماشابینان گرامی، شما در شبکه قرآن دستور عمل انسان بمانید و ما افیر زنده امان را، افیری که 24 ساعت پیشنهاد شما می شود باز دوام می دهیم و اگر هرگاه ما این را یادرس می شویم و باری دیگر یادرس می شویم، اگر مبادا در جای یا من یا مهمان برنامه ما به خطای راه داده باشند، اول از الله تعالی دعا میکنیم که ما رو بیامرزد و دیگر این که اگر شما قول صحیح و درست از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یافتید و اگر چیزی گفته ما خلاف آن باشد، شما یک اهمیت ندهید به سخنهای ما و آن قول صحیح و قول قوی را پیروی کنید. و تا بخوری دیگر من این قصه با شما خیر و خوش میکنم. الله نگهبانتان باشد و انتظار باشد، آبونه شوید تا که از
минбаъда барномаи мо бохабар бошед ва ҳамчунин ба баъзе саволҳои худатон иншаалло ки аз ҷониби аҳли илм ҷавоб гиред. аллоҳ ҳифзатон кунад. То охири дигар. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. به نام الله بخشاینده مهربان. حمد و سپاس مخصوص الله است که قرآن را بر بنده‌اش یعنی محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرد و هیچ گونه کجی و انحراف در آن قرار نداد. کتاب استوار تا از عذاب سخت از جانب او تعالی بیم دهد و به مؤمنان که کارهای شایسته می کنند مژده دهد و پاداشی نکوی برایشان وجود دارد. سوره کهف آیت 1 و 2. تماشابینان عزیز، امروز تصمیم گرفتیم چند سلسله برنامه برای شما تقدیم کنیم. سلسله برنامه تحت عنوان ندای الله بر انسانیت. برای به دست آوردن مقصد نزول قرآن 5 مرحله زیرین وجود دارد. در زیر هر مرحله دلیل ها نیز از قرآن ذکر شدند. گوش کردن آن. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. و هنگامی که قرآن خوانده شود پس به آن گوش فرا دهید و خاموش باشد که فراگیر رحمت شوید. سوره اعراف آیت 204.
2. خواندن و تعلیم گرفتن آن. دلیل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم و آن را چنان که شایسته است می‌خوانند و به مطالب آن ایمان می‌آورند. سوره بقره آیت 121. 3. حفظ و از خود کردن آن. دلیل: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکه آن آیات روشن است که در سینه دانشوران مؤمن جای دارد. سوره عنکبوت آیت 49. 4. اندیشیدن و پند گرفتن از آن. دلیل: کتاب انزلناه الیک مبارکا لیدبروا آیاته وليتذكر أولو الألباب. ای محمد صلی الله علیه و سلم، این قرآن کتاب است پر برکت که بر تو نازل کردیم تا مردم در آیاتش بیاندیشند و خیرتمندان پند گیرند. سوره صاد آیت 29. و 5. عمل کردن با آن. دلیل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. کسانی که سخنها را میشنوند و از بهترین آن یعنی قرآن پیروی میکنند، آنان کسانی هستند که الله تعالی هدایتشان کرده و خیرتمندند. سوره زمر آیت 18. روزهای نزدیک برایتان از سلسله برنامه ندای الله بر انسانیت برنامه های دیگر را پیشنهاد میکنیم. به شبکه های ما ابونه شوید و نوار را به دیگران فرستید. الله از هر یکی ما و شما راضی باشد.